وزیری یه چند تا سوال در رابطه با وام ودیعه مسکن پرسیدن. بله. اولیش اینه که وام قبلی رو کامل تسویه نکردم، میتونم دوباره وام بگیرم؟ نه، تا وقتی که تسویه نشه نمیتونم وام بگیرم. بعد تفاوت وام 400 میلیونی قرض‌الحسنه با وام ودیعه مسکن چیه؟ وام ودیعه مسکن مال دهک‌های 1 تا 3، وام 400 تومانی مال افرادیه که تحت پوشش کمیته هست. پدرم هستم، میشه باهاش قولنامه بنویسم و وام بگیرم؟ نه نمیشه، اقوام درجه 1 رو وام نمیدمش. داشتن کارت پایان خدمت الزامیه؟ بله. برای کسایی که عضو کمیته امداد هستن شرایط سنی داره دریافت وام؟ نه شرایط سنی نه. بعد شرایط سنی وام معمولی چیه و آیا به تعداد فرزند ربطی داره؟ نه ربطی نداره، باید متعهد باشن یا اینکه آقای مجرد بالای 45 سال و خانم مجرد بالای 35 سال. که قبلا سند خونه به اسممون بوده باشه الان نمیشه وام گرفت؟ اگر سند خونه رو به نام افراد درجه 1 نزده باشین چرا میتونید بگیرید؟